صبح لولیان ناحیه واسه از آشخانه بختالله میرزایف در مرکز این ناحیه آغاز می شود. او سالهای طولانی مدیر مکتب مخصوص لولیان بود و پس از نفقت تصمیم گرفت برای لولیان آشخانه خاص بنیاد کند. رجای کاری آشخانه به زمان خوراکخوری لولی ها ساعت 8 صبح موافق شده است. همیشه میبیام فرزندمونم، همه همیشه میام. اینا ضعیفو میبیانم از. کسی گشت میروم جا ما میدونه بعد میبرم میروم. عبید که سهر قدی زفترینگ میکنم ده ایجاده. районда 20 усталован боше, зиёдтара кам боша. Нисбати ҳурматш наи мардак барои ҳурматш, иззатш хуба, иҷа барои ҳам мемохна. Барои бигӯем ки чандин сол хатиш кор кардагем, ана феъли атроф мефаҳмам, мо ин мардак мефаҳмем. ина ҳама мегӯем ки талабаҳои ҳамеём. روزه از 30 تا 50 لولی در این آشخانه غذای صبح میخورند. صاحب آشخانه هم برای جلب بیشتر به لولیان امتیاز داده است. چایش به پول چند قدره که چای بخورن. بعد انا آدمایی که سنشون رفتگیان مستفیدن و کمپیرن اگورا 2 سومون ارزان میگیرن. با همین سبب با همین خیلی دیگه میان سحریو تخمینا یک نیم ساعت همینجا همین نوبت میستن میگیرن. ما هم قصاودایی میکنیم که در مدت 1 ساعت نسبت ای سحر تو بگره زیادتر مبلغ می شود. لولیان حالا نه تنها شیوه غذاخوری بلکه کسب و کارشان را نیز دیگر کردند. حالا نه همه لولیان با قصد تلوندگی این آشخانه را ترک میکنند. ما پسیده سودا میکنیم. این قشلاق‌ها در هر جا طرفای این همین ما عدیل خود ماده چی داریم؟ تاکسی داریم، پادزکاس. این مثلا تنگین در 6 کس، 7 کس میشنه. هر جا طرفای دنگره، طرفای این همین هر جا دمی برای کرچی اون سودا میکنیم. این بار میفروشیم پسیده. ایجا ارزان ترک آب تو میگیریم. و اوجا خشلاقو دا خیلی با هستیم دوستیم سوداگر با چه خیلی دا همین دهتاش دستو میمونه با هم خیلی چی میکنه میفروشه. با تغییر یافتن شیوه کار و زندگیشان طلب لولی های جوان از مقامات محلی نیز دیگرتر شده است. استادیون جا موده نداریم ورزش بازی میکنه. چی بازی میخواهی بکنی؟ فوتبال میخواهیم اکا، واتبال میخواهیم لبوچ. میخواهیم هر جا بریم. اوه میخواهیم این همی برادرها قطعی هر جا بریم بازی کنیم. فوتبال از خود نغز میبینی؟ اوه اکا گرین نغز میبینیم. کدام فوتبالیستا میشناسی؟ ریال مادرید، بارسلونا. رونالدو را اکا مسی را همه را تلویزیون را تماشا میکنیم. لولیان دهه پهلوان آباد ناحیه واسه بختالله میرزایف را نفر میدانند که شیوه کار و زندگیشان را تغییر داده است. تا 3 سال پیش بختالله برای آنها استاد بود. وقتی که اولین بار رفتم به قشلاقشون همگی در قشلاق 4 تا یا 5 تا خانه شفری بود. باقی مانده همه بانک. خانه هاشون یگون تاش دروازه نداشت. خیلی راه سنگ فش کردگی هم نبود. خیلی دیگه گفتیم که دروازه کنین، حمام کنین، حاجت خانه کنین، همین چیزا نبود. بعد با تشکیل کردیم به هر کمشو شادنامه تولد گرفتیم. نداشتن همین شادنامه هم نداشتن، پاسپورت هم نداشتن. بعد در وقتی رفتن ما همگی یک قشلاق 3 نفر پنسیه میگرفت نفقه پولی. خیلی تشکیل کردیم امیر صاحبشون با 50 کس رسوندیم. در 2 جماعت ناحیه واسه حدود 3000 لولی به سر میبرند و تلبندگی رو کسب بابایی خود میدونند. اما لولی های جوانی دهه پهلوان آباد به فرق از بزرگسالان زیاد شوقمند ادامه دادن این کسب نیستند و میخواهند با زحمت خود روزگارشان را سامان دهند.